و اینچنین در بزم امشبه ما یکی از حافظان پسندیده ریسپوبلیکمان وی هم فرزند دیار همین کوهستان، همین آبز روشن نوشتگی خاصیت خان آرتخ و حضور دارند. حاضرین که فراغت کرده شدن حاضر می شوند. ما باور داریم که اینها همدیگر را عوض کرده دیگر بگذاریم و امشبه و پگاهنگی دوره ما خیلی زیب و آرام میدهند و ما از همین یک چند ساعته اشتراک در همین چیز یک چند ماه لذت، یک قوت، یک روحی تازه گرفته باز همین کوهستان تنگ خود به زندگانی کردن میگیریم. خوش آمدید دوستان عزیز. اکنون گپ حاضرش همینش کفایه. حاضر با نوبت به ابوبکر جان تا آمدن خاصیت خانه. یا شاه محمود کشور کشای ز کس گر نترسی بترس از خدای. کردم جز خوب یورافتی نگشتم گردی که کافتی. ندیدی تو این خاطری چیز منی نیندیش از تیر خمریز من چو بد بین و بد کش خانی مرا شاهید زندم درد و بلا کهی زند از درد و بلای جگرم کهی زند از درد و بلای جگرم. دیده خلق تاجیک هرچند که جوان باشند هم لیکن بدلی هر یک تاجیک جای گرفتگی خاصیت خان آرتق و اشتراک دارند و ما خوشبختیم که امروز در همین قشلاق نسبتا خرد خود کوهستان دوردست با همه خیلی شخصان معتبر ملاقات میکنیم و از صنعت انکس ما لذت میبریم. من مخلصی صفت و سرود حقیقتا خلقی تاجیک استراد نیه و شخصا من این شخص را نمیشناسم لیکن از رادیو و تلویزیون بسیار شنیدم
و هر باری که اعلام کند که خواست ها میخوانند یک روحی تازه، یک فرح، یک کرته گوشت میگیرم. این کسم خلق اینقدر از ما دور نیستم، این کسم زاده همین دیاری بیستم. بنابر همین پیش از آن که ما صنعت این شخص را گوش کنیم، از صنعت بلند این که از لذت بریم، همین خلق نشستگی یک آرزو کنیم که خواست خان به هم مرتبه های بلندترینی که در ساحه صنعت هست رسند. یعنی آواز این که از خسته نشود، شنوری که جوربیک از همین دیار، از همین کوهستان صنعت خلق تاجیک و دیاری افتابرو یپانیا بینو مشهور کرد، خواست خانم پی همون کسا گرفت. قرصکای شما همین گواهی آن است که ما یک دل، چونکه اینجا گپ است که از 7 کس یک از خال نیست میگویم، دعای ما مستجاب میشد. اکنون شما با سخن با خواست خان دیگر سخن زیادی سخنگویی خیلی گپا کم، من او بغجان خواست خان خاطر مایا همیشه شاد میکنم. مهمانان عزیز، همدیاران عزیز، این شب البته بسیار خوش است. من بسیار خرسند هستم که امروز اولین بار با خلق ریحه نگنو از نزدیک وا میخورم. همین خیلی مرکه ها با که کنسرت ها با دیدگی باشتم، یکی امروز این شجیع فیروز برد. یکمی بار میخواهم به اهل ده اولا دنیای پر از آرزوی و نیت‌های نیک، میخواهم به همین خاندان خوشبختی ها، خوشنودی ها و فرزند اکای عبدالرزاق عمری دراز بگذار، یک جوانی خوشروی و با همت انسانی نیک شود و خلق خود و دیار خود خدمت کند. من از سلام و درود ما از نام دسته هنری خودم از شهر دوشنبه و همه شمایان. یک چیز دیگر را میگویم، چیزی که فقط رفت است، اگر من طرف عینی پنجگین سفر کنم همین کسر از ما پیش می‌دارد. همین طرف هم آمده عرکه شما زده است، کم در آرزو بچه باشه دیگر ببخشید. از سرود پدر سر میکنم، من همیشه همه جا از سرود پدر سر میکنم.
दिल
چشمی خود پیشانم را بدی دارد مشرف به چشمی خود پیشانم را
امرش از زمانی مادری خیش دل امرش از زمانی مادری خیش که بود شهایی شادری خیش که بود شهایی شادری خیش زمانی عشقی ما پاک میکرد زمانی عشقی ما پاک میکرد بهار از چشمی تریخیش بهار از چشمی تریخیش شبان استاربانی مادری جان شبان هواربانی مادری جان نخواهی در زمین دنیا زمانی مگر سیاربانی مادری جان نخواهی در غنی دنیا زمانی مگر سیاربانی مادری جان Çıpanımı kışırım.
فرانسه از تشنگی محصولی دو شخص، هم پدر و هم مادر، و ما باید هدف شده است که فقط پدرهای محض بکنیم و تعریف بکنیم و در حق مادرها قبل بکنیم. لیکن بار وزنی تربیت فرزند همه به ذمه مادرها و زبان مادری میگویند به آن که اولین لفظی که فرزند یاد میگیرد از زبان مادر یاد میگیرد. مانند خاصیت‌ها یکی از سردهای بهترینشان را به حق مادر بخشید، هرچند در حق پدرها هم خواندند، لیکن من همین را پسند میکنم که ما در هر یک معرکه در کجایی که نشینیم اول باید که ما قدر مادر، قدر زن
قدر آنچه که نسل انسان را دوام میدهد دانستنمان در کار. بیهوده نگفتم که یک شبان رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. یعنی جهان امروزه، جهان اون روزه، اون دنیا، همه همین اگر ما جمع کنیم یک شبه رنج مادر به برابر نمی بیاید. بنابر همین من از نام خودم شخصا، از نام همه نشسته‌ام، با آن شخصی که من همین خالق‌وردی و فرقت‌جان را آفریده است، با آن شخصی که من همین صاحب جشن و رضاوردی را آفریده است، تحسین و آفرینی الهیده گفتنی هستم. بگذار همین مادرها ابدی باشند و همین فرزندهایی که حاضر من همین جشن به مناسبت آنها هست همین قدر مادر را دانند و تا ابد تا هستند حرمتی شیری سفیدی همین ها را بجا بیارند. دیگر آنچه که من گفتنی هستم امروز رفقان دوستان عزیز، هر یک آنچه که با وجود می آید یک پایدیوار دارد. هر یک امارتی که می سازه ما البته پایدیوار می کنیم. شخصا من هرچند خود باشم هم یکی از بس که پدران ما که همین رفیق بودند، همدیگر را می شناختند، الفت بودند، من همه که خالق‌وردی بسیار ناز می‌دارم. حاضر فرد روزی که در سرخانه خواه رفتم، من رفتی دیدم، من همچون پسرم گفته همین جمشید پیش بودن جمشید خان بوسه کردم. این قدر آدمی فرض کردیم معرفتناکی بلند نبودن، لیکن انسانی خوب بودن، انسانی خوب، همین دلشان کشا، یک آدمی بودن که همین همه به همچون فرزند، همچون یک آدم خوب معامله میکردن و به سبب نیست که من امروز همه فرزندهای آن هست یک منصب، یک معرفت، یک موقع دارند، جمعیت آنها را اعتراف کرده است. بنابر همین من سخن دویم من به خاطره همونها بگذار، خاطره همین پدرها، خاطره پدرها، خاطره که همین مای به دنیا آوردن، تربیت کردن، ابدی شاد باشند. فرزندها به همون روحشان یار رساند و فرزندها هم هر همون موافق شریعت ما آنها را یاد آوری کنند برای خاطره نیکی پدرها. حاضر همه سخنم برجام میدیم هرچند ماندش داشته من از
Göç min kalleşge. Jora, daha yıkı. Celaleddinovic. Ana kum marakob dedi asmak. Am dedi. Tamam sugune. Sugune parti. Bağımlı kandırıyorlar. Ne dona? Fokus. Hep buraya de. Adam buraya. Zepir. Tamam.